سلام خدمت شما همراهان آکادمی الکترونیک چیره دست با پنجمین قسمت از آموزش زبان برنامه‌نویسی وریلاگ در خدمتتون هستم. توی این قسمت میخوام کدنویسی یک مالتیپلکسر 8x1 رو در 3 سطح ساختاری، جریان داده و رفتاری بیایم و با هم توصیف کنیم و بنویسیم و با استفاده از یک تست بنچ اونها رو تست کنیم و نتیجه رو ببینیم. پس بدون معطلی به سراغ مدار مولتیپلکسر میرم. مولتیپلکسر 2x1 رو به این صورت نمودار منطقیش رو رسم کرده برای ما. در محیط نرم افزار مدل سیم یک پروژه جدید ایجاد میکنم و تحت عنوان J5 یا میتونیم بنویسیم MUX و در پوش J5 این رو ذخیره میکنم. فایل اول رو برای مالتیپلکسر رفتاری میذاریم MUX و حالا str به خلاصه استراکچرال و اوکی میکنم. خب ماجول MUX underline str همینطور که در شکل مشاهده میکنیم یه دونه ورودی 2 بیتی آی داریم که میتونیم بگیم آی 0 و آی 1 و یه دونه هم خط انتخاب 1 بیتی داریم که S هستش. پس حالا اینجا می نویسیم آی 1 آی 0 و S. خروجی هم که یه دونه خروجی به اسم Y، خروجیمون هم تک بیتی هست. پس اوتپوت Y. دو تا وایر میانی این وسط نیاز داریم. این یکی اولی رو اسمشو میذاریم A0، دومی رو اسمشو میذاریم A1. پس یه وایر 2 بیتی تعریف میکنیم. خب یه دونه گیت اولیه داریم، ورودیش هست I0 و نات S، خروجیش هست A0. پس گیت اند F0 خروجیش هست A0، ورودی هاش بودن I0 و نات S. یه گیت اند ثانویه داریم که ورودی هاش I1 و S هستن و خروجیش A1 هست. خب همین رو می نویسیم. در نهایت یک گیت اور داریم که این اور خروجیش خروجی مدار و همون سیگنال Y هست. خروجی هاش هم وایرهای I0 و I1 هستن. این هم اور F2 و Y A1 و A0. خب کد مالتیپلکسر 2 بیتیمون اینجا به پایان میرسه. البته توی نام بهتر بنویسیم 2 تو 1، یعنی مالتیپلکسر 2x1. خب بعد از اینکه مالتیپلکسر 2x1 رو نوشتیم، اگر که یک صفحه پینت من اینجا باز کنم، ببینید مالتیپلکسر 2x1 که ما نوشتیم همچین ساختاری داره.
I0 I1 و S. اینجا هم که Y هستش. اگر ما بیایم دو تا از اینها رو به این صورت کنار هم قرار بدیم و یه دونه دیگه هم بیاریم اینجا بذاریم و این خروجی ها رو به این صورت وصل کنیم به اینجا و یه چنین شکلی ایجاد کنیم. میتونیم یک مالتیپلکسر 4:1 داشته باشیم و خطوط انتخابش رو هم که به این صورت وصل میکنیم. حالا من یه ماژیک یه قلم نوری مناسبی ندارم و چون که با موس می نویسم یک مقداری بدخط میشه که عذرخواهی میکنم. S0 رو به خط انتخاب این دوتا مالتیپلکسر طبقه اول وصل میکنیم و S1 رو به خط انتخاب مالتیپلکسر طبقه دوم و این خروجی هم که میشه همون خروجی Y و به این صورت. پس خط انتخاب ما 2 بیتی خواهد بود. ورودی های ما 4 تا هستند و خروجیمون هم که 1 بیته که همون Y هست. پس به این صورت با استفاده از مالتیپلکسر های 2:1 میتونیم یک مالتیپلکسر 4:1 رو بسازیم. پس این کار رو در ادامه انجام میدیم. MUX underline STR 4:1. اینجا هم حالا بهتره که اول I0 رو بذاریم بعدن I1 رو بذاریم. خیلی فرقی نمیکنه اما میتونیم باهاش راحت تر باشیم. خب ورودیمون 4 بیتیه به اسم I. یه ورودی 2 بیتی خط انتخاب هم داریم که S میذاریم اسمشو و خروجیمون هم که Y هستش. خب از اونجایی که ما 3 تا مالتیپلکسر نیاز داریم پس اینجا هم باید 3 بار از این مالتیپلکسر های 2:1 مون اینستنس بگیریم. اسماشون رو حالا F3 F4 و F5 میذارم و خب توی مالتیپلکسر اولیمون I0ش همون I0 I1ش I1 و Sش S0. خب پس این رو می نویسیم I0 I1 و S0 و اسم اینجا رو این وایر میانی رو میذاریم. حالا مثلا Y0 میتونیم بذاریم. اینجا هم Y1. پس یک وایر 2 بیتی هم اینجا تعریف میکنیم به اسم Y که البته این رو با Y کوچیک می نویسم و اینجا میشه Y0. بعد از اون این مالتیپلکسر دومیمون هست که I0ش به I2 وصل شده، ورودی دومش به I3 وصل شده و خط انتخابش باز هم S0 هستش و به همین ترتیب می نویسیم I2 و I3 باز هم خط انتخابش S0 هست. خروجیش رو هم که گفتیم Y1. بعد از اون مالتیپلکسر
طبقه دوممون سومین مالتیپلکسرمون هست. اسش S1، آی صفرش وای صفره، آی یکش وای یک. خروجیش هم که همون وای بزرگ که خروجی اصلیمون هست. S1 به جای آی یک می نویسیم وای یک و به جای آی صفر هم می نویسیم وای صفر. اینپوت رو هم از اینجا پاک میکنم. خب به همین سادگی یه مالتیپلکسر 4:1 رو هم تونستیم اینجا توصیفش کنیم که اگر کد رو کامپایل کنیم میبینیم که با موفقیت هم کامپایل میشه. خب حالا با استفاده از این مالتیپلکسر 4:1 که داریم میتونیم دو تا ازش استفاده کنیم. شماتیکش که به این صورته آی صفر، آی یک، آی دو و آی سه. خط انتخابش رو هم که گفتیم S1 و S0 دو بیتی هستش و یک ورودی تک بیتی تحت عنوان Y. خب همین رو کپی میکنیم و یه دونه دیگه هم این پایین ازش قرار میدم. یه دونه هم از این مالتیپلکسر های 2:1 مون میاریم و اینجا قرار میدیم. خب حالا این آی صفر رو میاریم و اینجا وصل میکنیم و تمام. آی صفرمون میشه همین آی صفر، آی یکمون میشه آی یک، آی دو میشه همون آی دو، آی سه هم میشه آی سه. اما تو مالتیپلکسر دوم از طبقه اول آی صفرش میشه آی چهاره، مالتیپلکسر 8:1 مون آی یکش میشه آی 5، آی دو میشه آی 6 و آی سه میشه آی 7. دوستان عزیز اینجا که من یک مقداری کدها رو به سرعت از این قسمت شکلش عبور میکنم چون که فرض بر اینه که شما به درس مدار منطقی کاملا مسلط هستین و دیگه نمیخوام مدار منطقیش رو خدمتتون توضیح بدم. چنانچه مدار منطقی رو مسلط نیستین میتونین برین و مدار منطقی رو یک مروری بکنین و این کدها رو از توی کتاب موریس مانو یا حالا دروس آزمایشگاه مدار منطقی و جاهای دیگه ریز جزئیاتش رو در بیارین با رسم جدول صحت کاملا متوجه بشید که بر چه مبنایی من دارم این شکل ها رو خیلی سریع برای شما رسم میکنم. خب برگردیم به طراحیمون. اینجا S1 و S0 همون S1 و S0 هستن دوباره و حالا این تصویر رو که این بزرگترش میکنم S1 و S0. خط انتخاب این مالتیپلکسر 2:1 طبقه دوممون S2 هستش و اینجا خط انتخاب ما 3 بیتی خواهد بود. خب همین کد رو حالا میام و در اینجا توصیفش میکنم. خب دوباره این رو هم میذاریم Y0، این رو میذاریم Y1. خب پس دوباره اینجا می نویسم ماجول MUX underline STR 8:1 و یه ورودی 8 بیتی آی داریم، یه ورودی 3 بیتی S داریم و باز هم یه خروجی 1 بیتی وای داریم و end ماجول. یه وایر 2 بیتی به اسم وای نیاز داریم که اینجا هم دوباره همین رو می نویسیم. دو تا مالتیپلکسر 4:1 میخوایم
یه دونه هم مالتیپلکسر 2:1 نیاز داریم و حالا اسم این رو میذاریم F6 F7 و F8. خب مالتیپلکسر اولی که F6 هستش ورودی هاش I3 تا I0 هستن. پس اینجا ما میتونیم بنویسیم که اینجا خوب دقت کنید، ما میخوایم 4 بیت سبک وزن آی رو بدیم به این ورودی اولیه این مالتیپلکسر. پس آی 3 تا 0 رو میدیم به اینجا. دقت کنید در این ماژول آی یک سیگنال 8 بیتیه، ما 4 بیت سبک وزنش رو دادیم به مالتیپلکسر 4:1 اولیه خودمون. اس که یک سیگنال 3 بیتی هست، 2 بیت سبک وزنش رو میدیم به 2 بیت مالتیپلکسر 4:1 مون و وای هم که میشه وای 0. برای مالتیپلکسر دوممون ورودی آیش میشه آی 7 تا 4. پس اینجا هم می نویسم آی 7 تا 4 که 4 بیت سنگین وزنش میشه. اسش مجددا همین 2 بیت سبک وزن سیگنال اس هست و خروجیش هم وای 1 هست. و این مالتیپلکسر 2:1 مون آی 0ش میشه وای 0، آی 1ش میشه وای 1 و اسش میشه S2. پس اسش میشه S2، خروجیش که میشه خروجی اصلی این ماژول. آی 1ش میشه وای 1 و آی 0ش هم میشه وای 0. این اینپوت رو هم که از اینجا باید پاک کنیم. خب پس به همین سادگی کد مالتیپلکسر 8:1 رو با استفاده از مالتیپلکسرهای 4:1 و 2:1 نوشتیم. کد رو کامپایلش میکنم. خب حالا یک فایل جدید میسازم به اسم mux underline data، حالا میتونیم بنویسیم dtfl، خلاصه دیتا فلو یا کد در سطح جریان داده، که دوباره همین کد رو من این قسمت ماژولش رو فقط کپی میکنم و اینجا میذارم و این str رو می نویسیم dtfl، خلاصه ای از دیتا فلو، و بقیه سیگنال ها به همین صورت هستش که تغییرشون نمیدم. خب حالا میخوام با استفاده از یه دونه دستور assign و با استفاده از انتصاب شرطی این کد رو بنویسم. پس به این صورت می نویسیم که assign y مساوی با، خب y چه مقداری توش بریزه؟ میگیم s رو نگاه کن. اگر s، این رو داخل پرانتز میتونیم این شرط رو بنویسیم، اگر s مساوی بود با مقدار 3 بیتی 000، چیکار کن؟ یه علامت سوال جلوش میذاریم، یعنی این شرط ما هست. اگر این شرط درست بود I0 رو بریز داخل y. در غیر این صورت رو با 2 نقطه نشون میدیم، یعنی اگر این شرط نادرست بود بیا یک مقدار دیگر رو نشون بده. خب مقدار دیگه دوباره میشه چی؟ دوباره میشه یک شرط. اگر s مساوی بود با مقدار 3 بیتی 001، دوباره علامت سوال، یعنی باز این یک شرط. اگر مقدار s برابر با 1 بود I1 رو بریز داخل y. در غیر این صورت دوباره یک شرط. اگر s مساوی بود با مقدار 3 بیتی 010 یعنی 2، I2 رو بریز داخل y.
در غیر این صورت دوباره همین رو کپی میکنم که وقتمون گرفته نشه. اگر مساوی بود با 3 I3 رو بریز داخل Y. در غیر این صورت اگر مساوی بود با 4 I4 رو بریز داخل Y. در غیر این صورت اگر S برابر بود با 5 I5 رو بریز داخل سیگنال Y. و در غیر این صورت اگر S برابر بود با 6 I6 رو بریز داخل Y. و در غیر این صورت I7 رو بریز داخل Y. و نقطه ویرگول دستور ما اینجا تموم میشه. پس یه بار دیگه مرور میکنیم. دستور اساین رو وقتی بخوایم به صورت شرطی بنویسیم میتونیم شرطمون رو داخل پرانتز بذاریم که شرط ما اینجا هست مساوی بودن S با مقدار 0. اگر این مساوی بودن رخ بده، حالا بعد از مقدار بعد از علامت سوال به این سیگنال Y انتساب داده میشه و این داخل این قرار میگیره، یعنی I0 داخل Y قرار میگیره. در غیر این صورت عبارت بعد از 2 نقطه قرار میگیره که میشه کل این خط. حالا اینجا چه چیزی نوشتیم؟ اینجا گفتیم اگر دوباره شرط گذاشتیم اگر S1 I1 رو بریز. در غیر این صورت باز دوباره یه شرط اگر S2 هست I2 رو بریز و به همین صورت الی آخر. اینجا که همه مقادیر بررسی شده و 6 هست، اگر که این S برابر با 6 باشه I6 داخل Y قرار داده میشه. در غیر این صورت دیگه چیزی برای شرط نیست، دیگه مسلما S برابر با 7 خواهد بود و مقدار دیگه ای نمیتونه باشه. پس I7 داخل Y قرار داده میشه و کد ما به این صورت تموم میشه که ما در این کد دستورات اساین شرطی رو هم یاد گرفتیم که چطوری میتونیم بنویسیم. در قسمت بعدی میخوایم یه دونه مالتیپلکسر 8:1 رو در سطح رفتاری یا behavioral بنویسیم. پس اینو می نویسم حالا BHV و اینجا هم دوباره چون ورودی خروجی هامون مثل همین حالت هست همین رو کپی میکنم اینجا می نویسم، فقط DTFL رو که خلاصه از دیتا فلو گذاشتیم می نویسم BHV که مشخص باشه این یک کد رفتاری هست. در کد رفتاری چون با استفاده از بلوک always میخوایم کدمون رو بنویسیم، نیاز هست که این خروجیمون به صورت رجیستر تعریف بشه و end ماجول. خب always add sign هر موقع که I تغییر کنه یا S تغییر کنه باید مقدار Y تازه سازی بشه و این رو در جلسه قبلی فراموش کردم بگم، اینجا خدمتتون عرض میکنم اینکه اگر همه ورودی ها تغییر کنن فهرست حساسیت ما همه ورودی هامون باشه، میتونیم به جای اینکه تک تک اسم ها رو بنویسیم تک تک ورودی ها رو بنویسیم یه دونه استار یا ستاره قرار بدیم. به این صورت مشخص میشه که ما فهرست حساسیتمون تمام سیگنال های ورودیمون هستش. خب اینجا میخوام با استفاده از دستور کیس کد رو بنویسم. داخل بلوک always ما میتونیم مثل زبان C از حلقه for از شرط ساختار شرطی if یا if و else استفاده کنیم و همینطور از ساختار switch case که به صورت زیر میتونیم از switch case استفاده کنیم. بهترین سبکی که میشه برای کدنویسی یک
مالتیپلکسر استفاده کرد اینه که از همین ساختار سویچ و کیس استفاده کنیم. البته ساختار سویچ و کیس در زبان وریلاگ همینطور که می‌بینید اگر سویچ بنویسیم هیچ اتفاقی نمیفته، باید خود کیس رو بنویسیم. کیس داخل پرانتز اسم سیگنالی که میخوایم روش سویچ کنیم و کیس رو انجام بدیم رو مینویسیم و در ادامه مینویسیم اگر اس مقدار 3 بیتی 3 تا 0 باشد چه کار انجام بده؟ y مساوی با i 0. اگر 3 بیتی 2 0 1 باشه یعنی 1 باشه y مساوی با i 1. اگر میتونیم دسیمال هم بنویسیم، اگر 2 باشه y مساوی با i 2. اگر برابر با 3 باشه y مساوی با i 3. اگر 4 باشه y مساوی با i 4. اگر 5 باشه y مساوی با i 5. اگر 6 باشه y مساوی با i 6. و به صورت دیفالت هم یک گزینه میتونیم بنویسیم به عنوان دیفالت y. اینجا هم فکر میکنم باید 2 نقطه بزنیم. y مساوی با i 7. یعنی اگر هیچ کدوم از اون حالتهای بالا نبود y مساوی با i 7 باشه. و نهایتا با استفاده از دستور end case اعلام میکنیم که کیس ما اینجا تموم میشه و این کد رو کامپایل میکنیم ببینیم آیا اروری داره یا نه، که بدون هیچ اروری این کد هم کامپایل میشه. پس ساختار کیس رو متوجه شدیم که چطوری میتونیم بنویسیم. این برای این مقداری که قراره با اون سیگنالمون مقایسه بشه رو میتونیم به صورتهای باینری یا دسیمال بنویسیم و اینکه فهرست حساسیتمون اگر که تمام سیگنال های ورودی باشه میتونیم به جای اینکه تک تک سیگنال های ورودیمون رو اسمشون رو بنویسیم یه دونه ستاره بذاریم. با این توضیحات میریم سراغ نوشتن کد تست بنچ و حالا اسمشو میذاریم MUX تستر. همین رو کپی میکنم و اینجا مینویسیم MUX ماجول MUX تستر. حالا اولین بار میخوایم این استراکچرالش رو فرض کنیم تست کنیم، پس همین رو 2 بار کپی میکنم ورودی هاش رو به صورت رجیستر تعریف میکنیم و خروجی رو به صورت وایر. بعد یه بار اینستنس میگیریم ازش UUT و یه دونه هم بلوک اینیشیال میذاریم. میگیم که مقدار اولیه i باشه، حالا چون یه عدد 8 بیتی قراره باشه و میشه بین 0 تا 255، پس مثلا من میذارم 159 و s رو در ابتدا میگیم s برابر با 0 باشه. بعد از 100 واحد زمانی s مساوی با 1 باشه. بعد از 100 واحد زمانی s مساوی با 2 باشه. بعد از 100 واحد زمانی
این 159 رو اگر بخوایم ببینیم مقدارش چند میشه، باینریش میشه 100 5 تا 1. وقتی S2 باشه اینجا یک هست. حالا فرض کنیم ما میخوایم اینجا I2 رو صفرش کنیم. خب که توی این لحظه که S2 شده با این مقدار 159 I2 1 هست. ما میگیم I2 صفر بشه، چون که کانال انتخاب کننده همچنان کانال 2 هست، کانالی که به خروجی وصل شده، باید خروجیمون صفر بشه. بعد از 100 واحد زمانی میگیم حالا مثلا I5 رو نشون بده. میخوام S مساوی با 5 باشه و بعد از 100 واحد زمانی S مساوی با 7 باشه. 100 واحد زمانی هم صرف کنه. همینقدر کفایت میکنه. و این سیگنال ها رو به پنجره شبیه سازی اضافه میکنم و اینجا گزینه ران وجود نداره، از اینجا ران میکنم. خب همینطور که میبینیم توی این لحظه اول که کانال خروجی کانال انتخاب کننده صفر هست، I0 که 1 هست در خروجی قرار گرفته. توی این لحظه انتخاب کننده 1 اما همچنان این I1 مون هم 1 و خروجی 1 باز هم در انتخاب کننده در خروجی قرار گرفته. بعد از 100 واحد زمانی توی این لحظه خط انتخابمون 2 هست و I2 که 1 هست در خروجی قرار گرفته. توی این لحظه I2 صفر شد، کاری که خودمون انجام دادیم، و چون خط انتخاب همچنان روی 2 هستش، صفر در خروجی قرار گرفته که همین I2 ما هست. بعد از 100 واحد زمانی I5 که 1 هستش، I5 که این صفر هستش در خروجی قرار گرفته. بعد از 100 واحد زمانی I7 که 1 هستش در خروجی قرار میگیره و میبینیم عملکرد کد ما کاملا صحیحه. خب میتونیم به MUX تستر بیایم و حالا این دیتا فلو رو تستش کنیم. این رو کپی میکنم و اینجا از این یکی اینستنس میگیریم، چون که ما سیگنال هامون رو مثل هم تعریف کردیم در ماژول ها، ترتیب سیگنال ها و حالا اینکه چند بیتی باشن و به چه گونه‌ای تعریف شده باشن، پس خیلی کار سختی نداریم و فقط کافی همین اسم ماژول رو تغییر بدیم. این رو کامپایل میکنیم و یه بار دیگه همین دستور رو اجرا میکنیم. اینجا وقتی که دقت کنیم میبینیم که ما اساین داریم و ماژول دیتا فلومون اینجا داره شبیه سازی میشه. خب همین MUX تستر رو میگیم که به شکل موج اضافه کنه سیگنال هاش رو و شبیه سازی رو ران میکنیم. میبینیم که باز هم مثل حالت قبلی همون خروجی ها رو داریم و باز هم عملکرد مدار درست هست. یک مالتیپلکسر درست رو ما تونستیم توصیف کنیم و شبیه سازی کنیم. خب بعد از اون این رفتاری رو هم اگر
بیایم و در تست بنچ استفاده کنیم و تستش کنیم. ببینیم اینجا شکل موج‌ها به چه صورتی میشه. خب شبیه سازی رو اجرا میکنیم، میبینیم که باز هم خروجی ما مثل حالت قبل هست و هیچ فرقی نداره. پس ما تونستیم در این قسمت کد یک مالتیپلکسر 8x1 رو در 3 سطح ساختاری، جریان داده و رفتاری با موفقیت بنویسیم و دستور استفاده از ساختار سویچ کیس رو در زبان وریلاگ آموزش دیدیم. همچنین انتصاب شرطی رو هم دیدیم که به چه صورتی هستش. تا جلسه دیگه از آموزش زبان وریلاگ شما عزیزان رو به خدا میسپارم.